صفحه گرد سپید ساعت روی یک تخت سیاه. عقرب نحیف و با آرامش سوی آزادی و آینده قدم برمی داشت و قدم‌های عبوس مردی سوی چپ و سوی راست و دوباره ایستاد. مغز گندیده او از سرانگشت پلیدش انگار روی این تخت تراوش میکرد. داد و قالی میکرد، از قوانین میگفت، از صدای هنجار و دروغی مضحک که شما آزادید. ولی انگار کسی جرأت سخن نداشت. چشم من خیره به تخته سیاه، ولی این تخیل بازیگوش پشت دیوار کلاس همسفر با باد ولگرد حریص در درون روده های آسمان میپیچید و به زیر چنگ ققنوس خیال تا به مرتفع ترین نقطه آسمانی او اوج گرفت. بر فراز شهر شیطان زدمان چرخی زد، روی سنگین فرش آسفالت خیابانی نشست، بالهای رنگیش را با طمأنینه و آرامش بست. مه سنگین و غلیظ شهر ویرانه شکست. شهرمان نفس کشید و طبیعت به بطون خانه ها رنگی زد. نحوه تفکر آدمیان رنگین شد. مردمانی که صدای قلبشان بوی تبسم میداد، کودکانی که صدای خندشان تا ته آزادی رفت و نسیم دلنشینی همچنان در کف شهرمان پی ولگردی. لحظه ها چه خوب و جالب میگذشت، ولی افسوس که پایداریش اندک بود. ناگهان فضای غمگین کلاس روبرو ظاهر شد. هیکل دیو کلاس روبرویم ایستاده چون ستون، همچنان که چشم من قطره اشکی در دلش صیقل داد. سرخی گونه من سوزشی در دل خود پنهان کرد و معلم خوشنود از شتاب سیلی حک شده بر گونه من. با خودم پنداشتم که تخیل چقدر آزاد است، چقدر شیرین است و به طعم سیب نارس ترش است. آری، این تخیل است، بعد پنجم طبیعت شاید، قدرتی که هر کسی بیهوده‌اش می‌داند، قدرتی که مادرم از کودکی توی سرم می‌کوبید. ولی از نگاه من ابرترین قدرت انسان این است. آری، این تخیل است.